اگر به دنبال یک اکشن متفاوت هستید، فیلم اسپکترال رو از دست ندید. داستان درباره یک تیم از سربازان اسپشیال فورسز هست که در میان یک جنگ شهری با دشمنی روبرو میشن که با چشم دیده نمیشه. این موجودات مثل گوست هستن و هیچ گلوله‌ای روی اونها اثر نداره. حالا یک دانشمند با اختراع یک هایپر اسپکترال کامرا سعی میکنه هویت واقعی این موجودات نامرئی رو کشف کنه. صحنه‌های نبرد با این اپاریشنز بسیار هیجان انگیز و ترسناکه. ارتش باید از اسلحه‌های پلاسما و تکنولوژی‌های جدید استفاده کنه تا بتونه جلوی این نیروی ماورا طبیعی رو بگیره. آیا این تیم میتونه از این نبرد علمی و اکشن زنده بیرون بیاد؟ یا این اسپکترال انتیتیز همه رو نابود میکنن؟